سلام به همگی. اگه کارتون سئو هست یا بهش علاقه دارید، باید بهتون بگم که قوانین بازی برای سال 2025 داره از بیخ و بن عوض میشه و عامل اصلی این تغییر چیه؟ خب هوش مصنوعیه. توی این برنامه قراره با هم ببینیم این قوانین جدید دقیقاً چی هستن و چطور میتونیم خودمون رو برای این دنیای جدید آماده کنیم. خب، یه نگاه سریع به نقشه راهمون بندازیم. 6 تا بخش اصلی داریم که میشه گفت کتاب قانون جدید برای موفقیت تو دنیای جستجوه. از تأثیر هوش مصنوعی شروع میکنیم و آخرش هم میرسیم به یه فرمول کاملا کاربردی برای سال 2025. بزن بریم. خب بریم سراغ بخش اول. اینجا قراره ببینیم هوش مصنوعی چطور صفحه نتایج جستجو رو، همون صفحه‌ای که هممون میشناسیم، برای همیشه زیر و رو کرده. این جمله رو باید خیلی جدی بگیرید. ببینید این یه تغییر کوچیک و جزئی نیست، یه انقلاب کامله. روش‌های قدیمی دیگه به درد نمیخورن. واقعا مهمه که این تغییرات رو سریع درک کنیم وگرنه از بازی حذف میشیم. یادتونه SGE یا همون خلاصه های هوش مصنوعی اولش یه چیز آزمایشی بود؟ خب دیگه آزمایشی نیست. الان برای بیشتر جستجوهای اطلاعاتی این شده واقعیت جدید. یعنی کاربر دیگه نیازی نداره روی لینکی کلیک کنه. جوابش رو همون بالای صفحه گوگل میگیره. و این دوستان یعنی یه زنگ خطر خیلی جدی. نتیجهش چیه؟ یه افت وحشتناک توی ترافیک ارگانیک برای سایتایی که کارشون فقط تکرار اطلاعات عمومیه. اگه شما هم از این نوع محتوا زیاد دارید، باید بدونید که این افت ترافیک تازه اول ماجراست. خب، حالا میرسیم به بخش دوم و واکنش گوگل به این وضعیت. قانون جدید انسان محور بودن. این یعنی چی؟ یعنی گوگل دیگه فقط یه صفحه از سایت شما رو نمیبینه. کل سایتتون رو گذاشته زیر ذره بین. میخواد مطمئن بشه که پشت این سایت یه آدم واقعی با تخصص واقعی نشسته، نه یه ربات که فقط داره محتوا تولید میکنه. این جمله رو باید قاب کنید، بزنید به دیوار. این اصل تمام تغییراتیه که داره اتفاق میفته. دیگه دوره بهینه‌سازی برای ربات‌های گوگل تموم شده. سوال اصلی و اساسی اینه: آیا سایت شما، محتوای شما واقعاً به درد یه آدم واقعی میخوره؟ نکته کلیدی دقیقاً همینه. گوگل دیگه به یه مقاله یا یه صفحه تنها نگاه نمی‌کنه. کل سایت، اعتبار کل دامنه‌تون، تخصص نویسنده ها و اصلا هویت کلی سایتتون الان زیر نظره. دیگه نمیشه یه گوشه رو درست کرد و بقیه رو ول کرد. و اینجا یه هشدار خیلی خیلی جدی داریم. گوگل داره فعالانه سایت هایی رو پیدا میکنه که مثل کارخونه محتوای بیکیفیت با هوش مصنوعی تولید میکنن و بوم، کامل از نتایج حذفشون میکنه. رک و پوست کنده بگم دوران تولید محتوای ماشینی و به درد نخورد تموم شده. خب با این اوصاف حالا چطوری باید خودمون رو از بقیه جدا کنیم و موفق بشیم؟ جواب توی این بخشه. باید بتونیم ثابت کنیم که محتوای ما حاصل یه تجربه واقعیه، یه تجربه دست اول انسانی. این مثال‌ها تفاوت رو عالی نشون میدن. فکر کنید به یه دکتر که داره در مورد جراحی که خودش صدها بار انجام داده مینویسه، یا یه جهانگرد که از یه منطقه بکر که رفته تعریف میکنه. اینها ارزشمندن. در مقابل یه مقاله عمومی که فقط حرف‌های بقیه سایت‌ها رو تکرار کرده دیگه ارزشی نداره. گوگل دنبال اون دانش نابه که فقط از تجربه مستقیم میاد. حالا از خودتون بپرسید محتوای شما کدوم یکیه؟ این یه نکته فوق‌العاده کاربردیه. وقتی توی متنتون از عبارت‌های مثل بر اساس تجربه شخصی من یا ما توی تستمون به این نتیجه رسیدیم که استفاده می‌کنید، دارید به گوگل یه سیگنال واضح میدید. سیگنال اینکه این مطلب از یه تجربه واقعی میاد، نه اینکه فقط یه سری اطلاعات کپی شده باشه. خب بریم یه قدم فراتر. محتوای عالی که از تجربه میاد عالیه، ولی کافی نیست. کل وبسایت شما باید داد بزنه که من معتبرم، من متخصصم. این جدول رو به عنوان چک لیست اعتبارسنجی سایتتون در نظر بگیرید. آیا نویسنده هاتون واقعی ان و بیوگرافی دارن؟ تاریخ انتشار و آپدیت مقاله ها مشخصه؟ سیاست‌های کاریتون شفافه؟ هر کدوم از این موارد یه تیک مثبت برای شماست و به گوگل و کاربرها میگه که اینجا یه کسب و کار جدی و واقعیه. و برای اینکه واقعا اعتبارتون رو به رخ بکشید، فقط به متن اکتفا نکنید. فکر کنید یه ویدیوی آموزشی وسط مقاله، یه تیکه از پادکستتون یا یه ابزار تعاملی مثل یه ماشین حساب. اینا به گوگل نشون میده که شما واقعا برای این موضوع وقت و انرژی گذاشتید و فقط دنبال یه راه حل ساده و ارزون نبودید.
خیلی خوب، تا اینجا از محتوا و اعتبار گفتیم. حالا وقتشه بریم سراغ استراتژی. چون حتی رویکردمون به چیزی به سادگی تحقیق کلمات کلیدی هم باید کاملا عوض بشه. این مقایسه همه چیز رو روشن میکنه. قبلا تمرکزمون روی کلمه کلیدی بهترین کفش دویدن بود، اما روش جدید میگه باید مأموریت کاربر رو در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی مشکل کاربر رو حل کنیم. مثلا پیدا کردن یک کفش بادوام برای تمرین ماراتون، اونم با بودجه محدود. میبینید چقدر فرقشه؟ دیگه هدف فقط رتبه گرفتن برای یک کلمه نیست. هدف حل یه مشکل واقعیه. پس باید دیدمون رو عوض کنیم و به کل سفر کاربر فکر کنیم. از خودتون بپرسید، قبل از اینکه این کلمه رو سرچ کنه مشکلش چی بوده؟ بعد از اینکه مطلب من رو خوند قدم بعدیش چیه؟ چه سوالای جدیدی براش پیش میاد؟ شما باید راهنمای کامل این سفر باشید، نه فقط یه جواب کوتاه و یه ایستگاه بین راهی. خب، رسیدیم به بخش آخر و جذابترین قسمتش. حالا میخوایم تمام این تیکه های پازل رو کنار هم بذاریم و فرمول برنده برای موفقیت توی سال 2025 رو با هم ببینیم. بخش اول فرمول فونداسیون کاره، یعنی تخصص منحصر به فرد انسانی به علاوه تجربه دست اول. این دقیقاً همون چیزیه که هوش مصنوعی هیچ وقت نمیتونه داشته باشه و نقطه قوت ماست. حالا این فونداسیون رو برمی‌داریم و در بخش دوم در فرمت‌های محتوایی متنوع ضربش می‌کنیم. این کار مثل یه اهرم عمل می‌کنه و تأثیر تخصص و تجربتون رو چند برابر می‌کنه. و در نهایت بخش سوم، یعنی سیگنال‌های قوی اعتماد در کل سایت رو بهش اضافه می‌کنیم. این همون چسبیه که همه چیز رو کنار هم محکم نگه می‌داره و به گوگل و کاربرا ثابت می‌کنه که شما یه منبع کاملاً معتبر هستید. و این هم فرمول نهایی سئو 2025. تخصص به علاوه تجربه، کل این مجموعه ضرب در فرمت‌های متنوع و در نهایت به علاوه سیگنال‌های اعتماد. این نقشه راه شماست. این فرمول رو به ذهن بسپارید و استراتژیتون رو حول محور همین بچینید. و در آخر میخوام شما رو با این سوال تنها بذارم. یه لحظه فکر کنید، توی این عصر هوش مصنوعی، وبسایت شما واقعاً یه منبع مفید و انسانیه یا فقط یه سایت دیگه است که یه سری اطلاعات رو جمع‌آوری کرده؟ آینده سئو متعلق به کساییه که جواب درستی برای این سوال دارن.